در را خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با ویدیو حاجی چطوری میتونه قوی کنیم. این قوی کردن حاجی خیلی بس داره حاجی. مثلا که شما باید حتما مثلا ایدیس زوم داره. نه اون نبود، تو چیزی تو زوم الان در ادامه بهتون میگم. بلی که باید بجید داره این در ادامه بهتون میگم. بچه اون پیاده بکنیم نسیس خیلی بیشتری بهتون میده. ناره داشت کنم اینجا رو دستم خوردی فیلشش جالا در ادامه بهتونم که چی کار بکنید و تا آخر ویدیو با هم باجی اینجا رو ناکوی من گونه بود کردم چی ولی زده بودم دومی هم راحت نشکردم. اینجا میگم ناکنی اینجا خودم تک کنم کرده بودید با این میگیم که اصلا یادش هم دارم باشی اون میزادمش. آها داشت ناکنی اینجور تک بچهارا شما باید کاور بگیرید بگیم کن مثلا کاس حالا ملکی دوتا ویدیو تک بچهارا توی یه دونه مثلا چیز بزنم. نه داشت بچه ما اینجا باید سعی کنید بازی میره قافل گیر بکنید. یعنی نه اینکه مثلا سعی کنید پیش کنید ناکا الان نزبان انجا باش ناکا زیگزاگ زدم دراب شاد زدم. یعنی اصلا رو فکرش هم نمیگه داریم دراب شاد بزنم تو مومنت زیگزاگ. خوش برو بریم سراغ بشه. حتما همسه که دیزه رو روشن کنید و اگر که موبایلید به 75 دلار 85 و اگر که آیپادید از بین 75 تا 90 اونم مثلا داشت و اینه که اگر که اونو برد بالا سن نرماش ببرید بالا آمده رو اگرم که بردنش باید سنس براماش برد بالا تمام دیش نشه موضوعم سنس ایدیسته